لیکن یک چیز که مقصد حالا شما این رو امروز گوسفند پخته ایستادید و درباره گوسفند سوال میکنید. یک شب پیامبر صلی الله علیه و سلام بی نهایت گرسنه بودند. خیلی که مادران مومنان میگوید ماه‌ها میگذشت در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلام آتش درگیرانیده نمیشد. چی بود طعامتان خاله؟ وقتی که پرسیدن گفتن که الاسودن، دو چیزی سیاه بود، خرما و آب. یعنی خرما چیزی خنک است، آب چیزی خنک است. آتش درگیرانیده، طعام گرم و بدن دیگر خیل هست. بسیار وقت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام گرسنگی را پسی سر کردگی هستند. یک شب گرسنگی بی‌نهایت در درجه بلند بود که مجبور شدن به کوچه برآمدن. وقتی که به کوچه برآمدن بعد نماز خفتن خیلی بعدی گذشتنش ابوبکر را دیدن و عمر را دیدن. پیامبر صلی الله علیه و آنها را پرسیدن که ما اخرجکما، چی شما را در این نصف شب از خانه هاتون برآورد؟ گفتن که گرسنگی. پیامبر صلی الله علیه و گفتن که قسم به نام الله منم از خانم برآورد آن چیزی که شما نه برآورده است، یعنی گرسنگی. بعد به خانه یکی از انصاری ها رفتن. وقتی که پیامبر اسلام با همراهی ابوبکر و عمر وارد خانه شدن خرسند شد صحابه و به دستش کارد را گرفت و به سوی گوسفند رفت. برای ذبح کردن. بعد پیامبر اسلام ایاک و الحلوب با گفتن یگان شیر دهنده فرزندار مقصد ذبح نکنی و گفت که امروز گفت در دنیا از من دیده شخصی نیست که مهمانی عالی مرتبه داشته باشد. در عموم دنیا شخصیتی که بهترین مهمانهای در خانهش دارد این من هستم امروز. واقعا راست گفت. وقتی که گوسفند مقصد کشت و پیامبر اسلام و صحابه آوردن آنها خوردن، در آخرش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از خانه هاتون شما را گرسنگی برآورد و به خانه هاتون بر نگشتید مگرم با شکم سیر، روز قیامت از همین نعمت پرسیده میشید. گفتن روز قیامت همین یک مرتبه تمام خوردگیتون با شکم سیری خوردید، روز قیامت پرسیده میشید. یعنی اینم درباره گوسفند.